سال 2014 من مربی نداشتم، بعد این وایرال شد که عجوبه جهان بدون مربی قهرمان جهان شد. رضا علیپور تو سن 19 سالگی با اینکه رده سنی جوانان بود تو بزرگسالان قهرمان جام جهانی شد. رضا علیپور کسی که میتواند در آینده اسطوره رشته سنگ‌نوردی سرعت باشد، این گفته رئیس فدراسیون جهانیه. به من سال 2014 امارات و روک میگم آمریکا پیشنهاد داد و با رقم‌های میلیاردی که به من سمت امارات شد. موندم به خاطر این بود که مردممو دوست داشتم، موندم به خاطر شهیدانی بود که خون دادن. من به عشق اونا رفتم جلو. من میدونستم آینده من اینجا چی داره انتظارم، میدونستم امکاناتی ندارم، میدونستم باید با پیت حلبی گرم شم، میدونستم تنهایی باید برم مسابقه، همه اینا رو میدونستم، ولی نمیتونستم برم زیر یه پرچم دیگه به خاطر پول مسابقه بدم. من شرمنده همه مردم هستم، خیلی تلاش کردم نشد.